نمک اینها رو بینکا واه ارزو را بیتا بازیبانی اکاکان اون چی گفته بود؟ چی گفته بود؟ برای خاندار شدنتون باید عاشق شوی این خیلی باشه در این دختر عاشق میشه ما چی گفتی جوره؟ نشوی ما موسیو شایما زردش باشد حتما شروی ما همین جا انتظار شوی سلام پیستچه چی؟ پیستچه گفتی؟ ها پیستچه؟ سلطانم شاه دخترم محتابم دوست داشتم چی خیل هستی؟ اینها چی ها میگوین؟ به حق در اصل بیستیک زیباگیت مثل محتاب است چهرت مثل آفتاب است هستیت مثل آسمان است یک سویسته چی خیلی انسانه دیونه آی هست سیزی شما؟ دختر زیبا رفیق من دیوانه نیست عشقش رو با واسطه شعر بیان میکند وقتی که چهره تو را دیدم روزم به شب شبم به روز تبدیل یافت ایروید یک سو میگویم دیونه هست شما؟ نه ما دیوانه نیستیم ما هوشیاریم با فکر شما ما روزی نیستیم با دو تشیری نر خانه‌دار شدن میخوایم انا شما خواهید اگر ما شما رو بگیریم خانه‌دار میشیم هم خیلی چه خیلی خانه داری دیوانه هستید شما؟ مستم کردی تو با چنین گفته های شیرینت تو را با این شکل زیبای دیدم مفتون شدم خاموش شوید ما رو رها کنید زبانت گیرد دخترکو بسین خیلی نکنین ما آدم خور نیستیم یکمش یگان کس هست یاری دیه یاری دیه چی گپ است این خیلی نکنه دخترها عیب است آخی عیب است دیوونه ها در اینجا چی خبر است؟ ای گوش که تایلاق تا پرابلم نکن ما باید قطعی دخترکو خانه‌دار شویم فهمیدی برادر آخر ما زنگیر هستیم تو براحت رفتن گیر خانمان این به عقل ها شما را ناراحت میکنن؟ بله اینها دیوانه هستند تو کی را به عقل گفته ایستاده ای آشنا؟ بزن شرینر بزن شاخی چی استادی بزن خانمان شما میتوانید روید دیگر شما را در این محله هیچ کس ناراحت نمیکند تشکری زیاد دستتون درد نکند این آدمو را خوابو نمک این چی خیزد؟ مشتی داملای دیونه در نزدی مشتی این مثل پخته است ست مهره ششم شکست بخدا شکست هر دوی تو بپا خیزید کارم به شما تمام نشده است خیزید خیزید باز شتا میخوایی خیز روید گم شوید بچه بسیم کجا میره شما ایستید هر دوی شما رو به قوای برق پیوست میکنم برای عبرت مردم شده یک هفته در آنجا گرسنه میمونید یک هفته از گرسنگی میمونه مکه گرسنگی را طرفمون یک هفته قوای برق بزند ششلیک بشه ششلیک این رو پیش از اونی که به زن و دختر مردم گپ پرتافتید باید فکر میکردید اکه ما هیچ کسا گپ نپردافتیم ما خانه دار شدن میخواستیم دل نیتی ما صوف است باور کن ما خواستیم خانه دار شویم بله اکه داملا بگرست که داملا اومد داملای دیوانه تو مرا شتا بزن نگذار که کسی دیگر مرا شتا زنه چی هست اینجا؟ پدر؟ پدر گفت؟ پدر جون میدونین تو رو چقدر یاد کردم بیا دستت رو ببوسم پدر چی گپ است؟ پسرت من کمالم نشناختی؟ پسرم بودنت نو به سرت آمد ها؟ پاردومی خر 3 سال بود در محبس بودم چه خیلی زود فراموش 3 کردی؟ سال نشود که به زیارتم نآمده ای لعنتی تو چه خیلی پسر بوده ای؟ پدر در محبس محکم بودم من چه خیلی زیارتت میکردم در کجا محکم بودی؟ در محبس برآمدی؟ بله پدر پسرم پدر جون شرم کاش که پدری من هم زنده می بود پدر این چی اول است؟ چرا چون این پوشیده ای؟ من بروسلیم بروسلی حقیقی از راستی من پدر؟ من
استاد حقیقی ورزش لینز هستم. با پدرم چی شد ها؟ پیش از با محبس رفتنم او داملوی مسجد بود کو. اکا تصویر غلط نکن. مرحمت. اکا بخدای کاریمون نیست. یکم کروش نکردیم موی. غیر از این ما او رو بسیار حرمت میکنیم. حتی بعضا اومده مرولت و کوب میکنن. تو به این درجه یعنی سفسطه رو بس کنید. از شما آخرا بار میپرسم پدرم رو به این حال کی رساند؟ داملازیو. داملوزیا کیست؟ مردکه خبرش در کجاست؟ شراب از آواز بلند الرژی دارد. بهوش میشود.